بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. بینندگان هوشیار، به فکرم درک کرده که موضوع ما درباره کدام پیامبر است. البته موضوع درباره موسی علیه السلام است. موسی علیه السلام یکی از بزرگترین پیامبران الهی است. پیامبری است که میتوان گفت از زمان شیرخوارگی در وزنینه ها و مشقت به سر برد و امتحان ها بالی سرش آمد و الله تعالی زیر عنایت خود و حفاظت خود او را در قصر بزرگترین دشمن خودش به واقعه رسانید. سدی از ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند که فرعون لعین شب خواب میبیند که آتش از بیت المقدس برآمد و به سوی مصر آمد و خانه مصری ها را سوخت و به بنی اسرائیلی که در آنجا بودند آسیب نرسانید. ترسیده خست و سحری جادوگر و ساحرای خودش دعوت کرد و این مسئله را به میان گذاشت و آنها این خواب را چنین تعبیر کردند که مرد از بنی اسرائیل خواهد برآمد که زوال ملک تو در دست اوست. اینجا بود که فرعون که تخت خود را خیلی دوست می داشت برای خاطر تخت خودش شده قرار برآورد که مغز قرار آن است که هر کودکی که از بنی اسرائیل تولد می شود، کودک نارینه، آن باید ذبح شود و طبق فرمان فرعون هر پسر بچه‌ای که زاییده می شد او را می کشتند بی گناه بی هیچی، فقط برای اون که فرعون خواب دیده است و احتمال دشمن احتمالی هست او را از بین می برد. همون دشمن احتمالی که باید زوال ملک او به دستی همین دشمن احتمالی می شد، الله تعالی با قدرت بزرگ خودش اون دشمن احتمالی را به خانه فرعون سوق داد و داخل قصر فرعون کرد و فرعون خواسته ناخواسته او را گرفت و برای خود پسرخواند کرد. این خداوند در قرآن همچون منت به موسی علیه السلام میگوید اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ما برای مادر تو الهام فرستادیم، برای مادرت گفتیم که اگر تو ترس داری که کودکت کشته خواهد شد مثل دیگر کودک ها، او را داخل گهواره یا تابوت کن و داخل دریا انداز و آن را دشمن من و دشمن وی خواهد گرفت و زیر عنایت من به واقع خواهد رسید. یعنی اینجا الله تعالی مادر موسی علیه السلام را آرام کرد و مادر موسی علیه السلام طبق فرموده الهی اجرا کردند و وقتی کودک به قصر رسید کودک گرفتن پیش فرعون آوردن، دیدن که رنگ رویش رنگ روی قبطی ندارد، مثل مصریان است. یعنی در حال درک کردن که این کودکی که غیر مصری هست و فرعون خواست که او کشد، لیکن زنش التماس کرد، زنش التجا کرد، گفت بیا ما فرزند نداریم، شاید برای ما فرزند میشه بعد اینو کلام کنیم و خلاصه دیگر به همون باید اراده الهی غالب می آمد واقع شد و فرعون او را برای خود پسرخواند کرد و الله تعالی میگه که و القیت علیک محبتا منی و محبت و دوستداری را در دل هر بیننده به موسی علیه السلام انداخت. هر کی که موسی را در قصر میدید موسی را دوست میداشت. این هم یک قدرت الهی است تا اینکه برای فرعون در آینده نشان دهد که دشمنی که میکافت و برای وی شده صدها و شاید هزارها کودک رو نابود کرده بود، زیر دست خدای، زیر نظارت خدای، زیر اینکه نظارت 24 ساعته خودش به واقع رسیده است. اصل منت کردن الله تعالی به موسی علیه السلام این داستان را این است که وقتی الله تعالی از موسی علیه السلام خواست که به سوی فرعون رود و فرعون را دعوت کند تا از ظلم و شکنجه و ستم به مردم دست کشد، موسی علیه السلام همراه برادرشان هارون گفتند که آخه ما میترسیم که وی ما را یکی یک باره گیرد زندان کند، یکی یک باره گیرد ما را کشد، حکم اعدام برآورد. الله تعالی بعد گفت که موسی من تو گفت از کودک بودن در زمان شیرخواره بودنت زیر عنایت خودم گرفتم، برای روز تربیه کردم که تو این
مثلا مسلمان ها رو، این ملتی بنی اسرائیل رو از اونجا نجات دهی. الله تعالی دو برادران پیامبر موسی و هارون را فرموده گفت اذهبا الی فرعون انه طغى، بروید هر دوتون نزد فرعون که او فرعون طغیان کرده است، از حد گذشته است در ظلم کردن به مردم، در ستم کردن به مردم، مردم به گروه ها تقسیم کردن، مردم خودی و بیگانه تصنیف کردن. چه خیلی الله تعالی در قرآن میگوید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، یعنی فرعون طغیان کرد، خودش از همه بالا گرفت و اهل زمین به گروه گروه تقسیم کرد، به طبقه ها تقسیم کرد. چه خیلی گفته بودم یکی از وظیفه های پیامبرا این اصلاح فساد اداری و سیاسی بود و موسی علیه السلام این نقش را باز دادند. آمدن تا اینکه همین فساد اداری که در اداره فرعون وجود داشت آن را اصلاح کنند و در نوبت خود مردم خود را از ظلم و ستم فرعون نجات دهند. لیکن عجایبی خطاب قرآنی رو بینیم برادر عزیز. این دو برادر الله تعالی میگه که با وجود اون که فرعون خودش خدا میگفت، با وجود اون که فرعون یک ظالم و ستمکار بود، گفت فقولا له قولا لینا، یعنی که برای این فرعون گپ ملایم گوید، به شیوه ملایم و نیک سخن گوید، شاید که به خود آید. یعنی که با وجود اون که قد انسان ظالم است، با وجود اون که میگه که ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما غیر از خودم دیگه خدا رو نمیدونم. با وجود اون که مردم خودش مسخره میکرد، با وجود اون که خودش خدا میگفت، لیکن الله تعالی آخری فرعون عاقبتش میدونست که کافر میمرد. لکن برای دعوت چی که اینجا موسی علیه السلام هستن، الله تعالی میخواست گوید که تو باید سببهای دعوت را پیش گیری. سبب دعوت این است که انسان باید دعوت ملایم کند تا اینکه انسانی که دعوت گوش میکند یعنی که باید کبر و غرور نگیرد. وقتی که داعی اسلوب با شیوه ملایم را پیش نکند، اسلوب دغلی را پیش گیرد، البته طرف دیگر نیز عکس العمل و برخورد بدی خواهد کرد، متکبرانه خواهد بود. بنابراین یکی از اسلوبی زیباترین در دعوت این ملایمی و خوش سخنی هست. وقتی که موسی علیه السلام نزد فرعون آمدند و فرعون دعوت کردند، فرعون هم یعنی که اینجا الله تعالی هیبت در دل فرعون انداخت که اصلا موسی یک قومی است که برای فرعون غلام است، اون رو همچون یک مردم اعتراف نمیکرد، همچون انسان اعتراف نمیکرد فرعون. لیکن این دو برادر وقتی ایستادن، هیبتی که الله تعالی در دل فرعون انداخت نسبت اون دو کس وادار کرد که فرعون با اونها بگویم که مناظره کند. خدای تو کی است؟ خدای من اون خدای است که زمین و آسمان آفرید. خدای من اون خدای است که همه چی را آفرید. موسی علیه السلام به همین اسلوب با فرعون مناظره میکردن، خدای خود را تعریف میکردن، میشناسوندن. حضرت موسی گفتن که الذی جعل لكم الارض مهدا و سلک لكم فیها سبلا، یعنی که این خدا است که زمین برای شما هموار کرد، زمین برای شما گسترد، برای شما راه ها آفرید تا اینکه مشکل نکشد در تنقل خود از این طرف به اون طرف رفتنتان، و اونی که برای شما از آسمان باران فرآورد و غیره و غیره. وقتی گفت دیگر فرعون حجت نداشت که با این مقابله کند، دیگه حجت نداشت که در مقابل حجت موسی گذارد. بعد فرعون لعین گفت تو گفت آمدی برای اینکه لتخرجنا من ارضنا، ما رو از وطن خود دور بیرون کنی، ما رو از ملک ما رو کشیده گیری، به سحری که یا موسی، به این جادوگری. چون که وقتی از موسی علیه السلام آیت پرسید، نشانه از پیامبرشون پرسید، وقتی عصا رو پرفتن، عصا اون کس به مار تبدیل یافت، فرعون همین گرفت و برعکس ضد خود حضرت موسی استفاده برد. تو گفت جادو کرده ایستادی، به این جادوی خودت میخوای ما رو ترسونی و منصب ما رو صاحب شوی، چون که دیگر حجت و منطق نمونده بود. و فرعون به این بهانه گفت فلنأتینک بسحر مثله، این خیلی جادوی ما میتونیم گفت، جادوی میکنیم که جادوی تو رو نابود میکند. گفت که جعل بیننا و بینک موعدا، بین ما گفت یک موعد میکنیم، یک روز رو معین کنیم، مردم جمع کنیم، مردم جمع شوند به چشم خود ببینن که تو چه خیلی جادوگر هستی. مقصد تو اصلاح نیست، مقصد تو مردم گوییم که برای نیک دعوت کردن نیست، بلکه مقصد تو ما رو از اینجا برآورده، جایگزین ما شدن است.
خلاصه دوستای عزیز، همون روز آمد موسی علیه السلام ایستادن، دو طرف ایستاده از خود یک دو لشکر برین، این طرف فقط موسی و برادرش، این طرف فرعون و لشکریان فرعون. البته اینجا ببینیم که باز نقشی وزیر فرعون، نقشی وسایط اخبار امه اون زمان نیز به طور خود فعال بود. وقتی که موسی علیه السلام اونها رو دیدن، علیه اونها یک نمود جنگ روانی پیش گرفتن. گفتن که هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم. این دو ساحر، این دو جادوگر آمدن میخواهند که شما را از زمینتون بیرون کنند، شما را نابود کنند. و یذهبا بطریقتکم المثلا، یعنی اینها میخواهند فکر شما را دیگه کنند، میخواهند اندیشه شما را دیگه کنند. فاجمعوا کیدکم، یعنی که اونها را دعوت به اتحاد کرد، جادوگرا را، طرفداران فرعون دعوت به، یعنی که همون وسایل اخبار امش اون زمانه دعوت به اتحاد کرد. و خلاصه موسی علیه السلام ایستادن، فرعون گفت تو میپرتوی یا ما پرتویم؟ گفت موسی علیه السلام گفتن شما شروع کنه. بعد جادوگرای فرعون، همون ارغمچون و رسمان و هر بلایی بطره که با خود آورده بودند، با همون جادوگری و خود و با همون بلای حاله خود همه خیلی کردن که برای خیال انسان بیننده خیال میکرد که اونها ماری هستن که به حرکت در آمده ایستادن. یعنی که به درجه سحری اونها سحری بزرگ بود که قرآن هم میگه که وجاءوا بسحر عظیم، یعنی که سحری بزرگ آورد. حتی موسی علیه السلام هم مثلا در ترس افتادن. چه خیلی میگه که فاوجس فی نفسه خیفة موسی، وقتی که همون گویم که رسمان ها یا ارغمچین ها مثل ما به حرکت در آمدن، لحظات چند موسی علیه السلام در دلشون یا در فکرشون اینکه ترس پیدا شد و همزمان الله تعالی گفت لا تخف انک انت الاعلى، نترس موسی، و تو دست بالا خواهی شد، تو زیر نظارت و حمایت من هستی. بعد الله تعالی گفت و الق ما فی یمینک، پرتو دستنگت، گفت انداز اونچه که در دستت است، یعنی عصا رو. بعد وقتی که موسی علیه السلام نوبتشون آمد در مسابقه، وقتی که عصای خودشون رو پرفتن، عصای موسی علیه السلام همه اون مارهایی که شاید اونجا هزارها بود مارها یا صدها مار بود یا شاید ده ها هزار مار باشد، همه اونها رو فرو برد. وقتی که همه اون مارها رو فرو برد، چه خیلی الله تعالی میگه که تلقف ما یافکون، یعنی که می بلعیدن، فرو می برد همه اون مارهایی که در خیال مردم اونها ایجاد کرده بودن. اینجا بود که جادوگرهای فرعون وقتی اینا دیدن درک کردن که این پیامبر است، این حقیقت است، این جادوگری نیست، ایمان آوردن به موسی علیه السلام. گفتن که آمنا برب موسی و هارون، با خدای موسی و هارون ایمان آوردیم. با همین جادوگرای فرعون مسلمان شدن. فرعون اونها رو تهدید کرد، گفت من شما رو اجازت به ایمان ندادم. به درجه خودش که از مردم بالا احساس میکرد که باید یک کس ایمان بیاره، ایمان آوردن نه آوردنش گویا که باید به اجازت او باشه. بنابراین گفت که من برای شما اجازت ایمان ندادم. این موسی گفت کلان شما است، این موسی بزرگ شما است، این رهبر شما است که شما را رهبری میکند. خلاصه به همین فرعون و جادوگرای فرعون مغلوب شدن و موسی علیه السلام غالب آمد، ایمان غالب آمد، اندیشه سالم، فکر سالم غالب آمد. اما نیرو و قوت که در دست فرعون ظالم بود، فرعون ستمکار بود، فرعون تن نداد و دشمنی خودش با پیامبر خدا را دوام داد و بالای خودش و بالای مردم خودش بلا و مصیبت های زیاده را آورد که در حلقه آینده در اطراف آن صحبت خواهیم کرد. اینجا شما را در پناه الله تعالی میسپارم. خداوند یار و مددگار شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله.